دکولته ها لباس های پرکاربردی هستند که هم مجلسی و هم اسپورتش جذابه. برای رسم الگوی دکولته شما به 2 تا اندازه ویژه نیاز دارید. یکیش طول آکاردمانه و یکیش هم اندازه دور زیر سینه است. بعد از اینکه این 2 خط رو مشخص کردیم، از زیر حلقه در پشت و جلو هر کدوم 1.5 تا 2 سانت بالا میریم. حالا باید لقی ها رو در حلقه، پهلو و روی خط CF مشخص کنید که تو کپشن کامل براتون می‌نویسم هر کدوم چه مقدار. از مرکز سینه به اندازه آکاردمان به اضافه 2 سانت در 2 طرف پنس بالا میریم و برای گرفتن لقی ها به طرفین خارج میشیم. این مقدار در سمت راست پنسمون به اندازه نیم سانت و در سمت چپ به اندازه 1.5 سانت هست. حالا باید لقی ها رو ببندیم. برای این کار یک قسمت از الگو رو باز میکنیم تا به راحتی بشه پنس ها رو بست. خط دکولته به شکلی که میبینید رسم شد. حالا باید اضافاتی که در زیر سینه وجود داره و از 1/2 دور زیر سینه به اضافه نیم سانت به دست میاد رو روی خط آکاردمان اندازه بزنیم و مقدار لقی زیر سینه رو تا خط کمر به این شکل رسم کنیم. پنس طلایی رو هم میبندیم. حالا باید مقدار اضافه‌ای که روی خط CF به دست میاد، طوری که از کمر به بالا یک خط صاف رو داشته باشیم، اضافات رو دور ریز میکنیم. دور تا دور خطوط اصلی رو به این شکل میچینیم